یک رقاص ورشکسته در سال 1931 وارد اتاقی در نیویورک می شود. یک غریبه به اون نزدیک می شود و می گوید تو 6 ماه دیر کرده ای. رقاص هرگز این مرد را در زندگیش ندیده بود، اما چیزی که بعد از آن اتفاق افتاد برای شما غیر ممکن به نظر خواهد رسید. این خاخام اسرارآمیز اهل اتیوپی تکنیکی به او یاد داد که آنقدر ممنوعه و قدرتمند بود که می توانست در عرض چند دقیقه پول را از هیچ خلق کند. و عجیبترین بخشش این است که فقط نیاز به بستن یک در دارد، نه به صورت استعاری، بلکه واقعاً باید یک در فیزیکی را محکم ببندید. اسم آن رقاص نویل گادارد بود و ظرف 2 سال از خوابیدن روی نیمکت‌های پارک به سفرهای فرست کلاس دور دنیا رسید. چیزی که الان با شما به اشتراک میذارم دقیقاً همان تکنیکی است که میلیونرها را در دوران رکود بزرگ ساخت، در حالی که بقیه ورشکسته میشدند. و تضمین میکنم که قبلا هیچ جا چنین تکنیکی رو نشنیدید. خوشحالم که امروز این تکنیک رو با شما به اشتراک میذارم، چون در واقع این فقط یک تکنیک نیست، بلکه یک روش محرمانه است که میتونه شما رو میلیونر کنه. اگر تازه وارد هستید تو این کانال تکنیک های جذب بسیاری گفته شده که اگر واقعا باور داشته باشی و استمرار داشته باشی برای تو نتیجه میدن. اگر از این ویدیو چیزی یاد گرفتی ممنون میشم که روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله رو برای دیدن ویدیوهای جدید بعدی فعال کنید. خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو در کامنت ها برام بنویسید. حالا بگذارید بریم سراغ داستان شگفت‌انگیز عبدالله و تکنیک در که همه چیز رو تغییر داد. نویل گادارد در 1905 در بارادوس به دنیا آمد و در حدود سال 1922 در 17 سالگی به ایالات متحده مهاجرت کرد. او ابتدا در نیویورک ساکن شد. در اون زمان یک جوان مهاجر با رویای ساختن آینده جدید بود. برای گذران زندگی وارد دنیای سرگرمی شد و یکی از اولین مشاغلی که در اون فعالیت کرد رقص و تئاترهای سبک وودویل بود. وودویل یکی از محبوب ترین فرم‌های نمایش زنده در آمریکا بود که شامل آواز، رقص، نمایش‌های کمدی و اجراهای متنوع بود. نویل در این فضا کار می‌کرد و برای مدتی با گروه‌های نمایشی مختلف در آمریکا سفر می‌کرد. اما در این حال که در ظاهر زندگی هنری فعالی داشت، خودش بعدها اعتراف کرد که در اون دوره سردرگم، خسته و از نظر معنوی تهی بوده. همین نارضایتی درونی باعث شد که وقتی به تعلیمات عبدالله، آن خاخام اسرارآمیز اتیوپی رسید، به شدت جذب اون شد. عبدالله بعدها به او فلسفه عرفانی گابالا، نمادشناسی عبری و اصول تصور خلاق رو آموزش داد، چیزی که مسیر زندگی نویل رو به کلی تغییر داد. تصور کن سال 1931 و نویل گادارد وارد یک سالن سخنرانی در نیویورک میشه. اون بی پول بود و در نقش یک رقاص درگیر زندگی و بدون آینده مشخص بود. در پایان سخنرانی مردی اسرارآمیز از اتیوپی به اون نزدیک میشه. دستش رو دراز میکنه و میگه نویل تو 6 ماه دیر کردی. نویل هرگز قبلا اون رو ندیده بود، اما عبدالله اصرار داشت که برادرهاش به اون گفته بودن نویل خواهد آمد، فقط 6 ماه دیرتر از انتظار. این فقط یک برخورد اتفاقی نبود. عبدالله یک خاخام یهودی اهل اتیوپی بود که به مدت 5 سال معلم نویل شد. او گابالا را به نویل معرفی کرد و به او زبان عبری یاد داد و مهمتر از همه تکنیکی برای جذب او یاد داد که اونقدر قدرتمند بود که تقریباً غیر ممکن به نظر می رسید. اینجاست که قضیه جالب میشه. عبدالله عادتی که داشت در ابتدا تقریباً بی‌ادبانه به نظر می رسید. هر وقت نویل شک می کرد یا زیاد درباره نحوه کار جذب سوال می پرسید، عبدالله کار عجیبی می کرد. برمیگشت به اتاقش می رفت و در رو محکم به صورت نویل می کوبید. اما این بی‌ادبی نبود، این یک روش آموزشی در سطح نبوغ بود. عبدالله داشت چیز عمیقی رو نشون میداد.
قدرت بستن در به روی شک، استدلال منطقی و پرسش درباره چگونگی جذب. بگذارید مراحل رو دقیقاً برای شما بیشتر توضیح بدم. مرحله اول، اعلام مطلق. وقتی میخوای پول جذب کنی نمیگی من پول میخوام یا نیاز به پول دارم. تو اون رو به عنوان واقعیت موجود اعلام میکنی. میگی من پول رو دارم. عبدالله به نویل یاد داد که چیزی به نام کمی وجود نداره. یا داری یا نداری. مرحله دوم، بستن فیزیکی در. بعد از اعلام خواسته باید یک در واقعی رو در خونت ببندی. اما کلید اینجاست. باید این کار رو با اطمینان کامل انجام بدی، نه به طور نمادین. در رو به روی شک، منطق و هر فکر مخالف خواستت ببندی. و اما مرحله سوم، امتناع از بحث. اینجاست که بیشتر مردم شکست میخورن. اگر شکی ظاهر شد، به شدت از تحلیل یا صحبت درباره اینکه پول چطور خواهد اومد اجتناب میکنی. هر گونه تحلیل ذهنی جذب رو باطل میکنه. به یاد داشته باشید که عبدالله که در رو به صورت نویل میبست، همان کاریه که باید شما با شک انجام بدید. بگذارید اولین مورد مستند از اجرای این تکنیک رو براتون بیشتر بگم. سال 1933 بود، درست در میانه رکود بزرگ. نویل میخواست به دیدن خانواده‌اش در بارادوس بره، اما کاملا بی پول بود. وقتی به عبدالله گفت میخوام بروم بارادوس، عبدالله بلافاصله پاسخ داد چه کسی درباره رفتن به بارادوس حرف میزنه؟ تو قبلا رفته ای بارادوس و آن هم فرست کلاس. عبدالله به گفت حالا با بارادوس خودت رو بپوشون، مثل زمانی که کت میپوشی. بوی مناطق گرمسیری رو حس کن. چیزهایی رو ببین که اگر اونجا بودی میدیدی. چند روز بعد که نویل دوباره خواست درباره این مسئله صحبت کنه، عبدالله پشتش رو به اون کرد و رفت به اتاق کارش و در رو دوباره به صورت اون بست. نتیجه چه شد؟ در 4 دسامبر 1933 نویل نامه‌ای از برادرش سیسیل دریافت کرد که در اون $50 و یک بلیت کشتی بود. اما بخش عجیب داستان اینجاست. وقتی نویل با بلیت کلاس سوم به بندر رفت، مأمور گفت خبر خوبی براتون دارم آقای گادارد. کسی بلیت خودش رو کنسل کرده و شما فرست کلاس سفر خواهید کرد. فرست کلاس دقیقاً همانطور بود که عبدالله به اون گفته بود. علم عصب‌شناسی مدرن توضیح داده که چرا این تکنیک اینقدر موثره. وقتی فیزیکی در رو میبندید، در حال ایجاد چیزی هستی که دانشمندان به اون لنگر حرکتی لمسی میگن. یک ارتباط مستقیم بین حرکت بدنی و وضعیت ذهنی. تو سیگنالی بیچون و چرا به ناخودآگاهت میفرستی. موضوع تموم شده، بسته شده و پایان یافته. همرام یک حسابدار از بیروت به $5000 برای فوریت پزشکی نیاز داشت. اون اعلام کرد من $5000 دارم. در اتاق خوابش رو با اطمینان بست و به مدت 3 روز اصلاً به چطور و چگونگی فکر نکرد. روز 4 با اون تماس گرفتن و گفتن که از طرف یکی از بستگان دورش به او پولی دقیقاً به همان مبلغ $5000 که از یک صندوق اضطراری خانوادگی بود که او اصلاً از وجودش خبر نداشت بهش تعلق پیدا کرد. کارالوس یک مهندس بیکار از مکزیک در آستانه از دست دادن خانه‌اش بود. بعد از اینکه اعلام کرد من شغل ایدئال را دارم و در ورودیش رو با اطمینان کامل بست. به مدت 1 هفته اصلاً با همسرش درباره اون حرف نزد. 8 روز بعد پیشنهاد کاری از شرکتی گرفت که 6 ماه قبل رزومش رو به اونجا رد کرده بود. اونها موقعیتی رو مخصوص مهارت‌های او ایجاد کرده بودند. اینجاست که 95% مردم شکست می‌خورن. اونها در رو می‌بندن اما بعد دوباره بازش می‌کنن تا بررسی کنن که آیا جذب کار کرده یا نه. هر بار که می‌خوای نتیجه رو چک کنی، در واقع داری نشون میدی که باور نداری. چیزی که خواستی از قبل داری.
عبدالله بنویل یاد داد که زمان یک توهمه. تو چیزی رو که میخوای و آرزو میکنی یا براش تلاش میکنی نمیگیری. تو چیزی رو میگیری که باور داری از قبل اون رو داری. اگه میخوای از این تکنیک مخصوصا برای جذب پول استفاده کنی، دقیقاً اینطور انجامش بده. قبل از طلوع یا بعد از غروب که ذهن بیشتر پذیرشش رو داره، جلوی درب اتاق خوابت بایست. با صدای بلند بگو من مثلا مقدار مشخصی از پول رو که میخوای در حساب بانکیم دارم. احساس واقعی داشتن اون رو تجربه کن. در رو با قدرت و قاطعیت ببند. تصور کن که در رو به روی فقر، کمبود و شک بستی. به مدت 21 روز به خودت متعهد شو کاملا از بحث، تحلیل یا بررسی اینکه پول چطور خواهد اومد خودداری کن. عبدالله بنویل گفت که این روش خرافه نیست، این برنامه‌ریزی ذهنی پیشرفته است. کوبیدن در نماد قطعیت کامله. برای او موضوع در قلمرو نادیدنی حل شده بود. پس هر گفتگوی دیگری بی اهمیته. تعهد تو باید کامل باشه. اگر قصد داری از این روش استفاده کنی، الان در کامنت ها بنویس من این کار را انجام میدهم. این اعلام امید تعهد تو رو در ناخودآگاهت تقویت میکنه. منتظر فردا نباش. دنبال بهانه نباش. همین حالا برو سراغ دری در خونت. خواستت رو به عنوان واقعیت موجود اعلام کن و بعد اون در رو با اطمینان کامل به روی شک و تردید ببند و اون وضعیت ذهنی بسته رو تا زمان رسیدن جذب در دنیای فیزیکی حفظ کن. یادت باشه نگران چطور نباش. زمان توهمه. وقتی ذهن تو کاملا با خواستت همراستا میشه، جهان شرایط رو برای تحقق آن بازچینی میکنه. اگر این محتوا رو دوست داشتی، ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنی و زنگوله رو برای دیدن ویدیوهای جدید بعدی فعال کنی. لطفاً این ویدیو رو با کسایی که آماده تغییر واقعیت مالیشون هستن به اشتراک بذار. منتظرتون هستم که بعد از انجام این تکنیک بعد از 21 روز به این ویدیو برگردید و برای من توی کامنت ها بنویسید که این تکنیک برای شما جواب داده. شهادت تو ایمان دیگران رو فعال میکنه و یک موج گسترده از فراوانی رو ایجاد میکنه. در ثروت تو منتظر شجاعتته برای همیشه بستن اون به روی شک و تردید. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. تا ویدیو بعدی زندگیتون سرشار از ثروت و در پناه خدا.